سلام رفقا، چطوری؟ اومدیم با آموزش افزایش اعضای کانال تلگرام به روش کاملا واقعی و رایگان. توی پست قبلی بهتون یاد دادیم که چطوری با روش انتقال ممبر و اعضا از کانالی به کانال دیگه یا از گروهی به کانال دیگه اعضای کانالتون رو به حد نصاب برسونید. ولی واسه انتقال ممبر خیلی ها گفتن که رو تا 200 ممبر میتونیم افزایش بدیم، ولی توی این روش میتونید بی نهایت اعضا، همش هم واقعی، خیلی راحت هر چقدر دوست دارید افزایش بدید. این روش کاملا واقعیه و خودتون میتونید ببینید که چطوری اعضا میان و خیلی راحت بدون هیچ دردسری اعضا رو افزایش بدید. اول وارد ربات ممبرگیر پرسرعت رایگان میشیم. اینجا وقتی که استارت رو زدید واسهتون چند تا کانال میاره که باید عضو اینا بشید. بعد از اینکه عضو شدید خیلی راحت میتونید دریافت الماس رایگان رو بزنید. اینجا هم میتونید الماس روزانه رو بگیرید، هم میتونید توی عضویت در کانال ها واسه خودتون الماس جمع کنید. اینجا خیلی راحت عضویت رو میزنید، پیوستن رو که زدید دریافت الماس رو میزنید. بعد از این که به حد نصاب رسیدید خیلی راحت میتونید واسه خودتون ممبر کاملا رایگان و واقعی بگیرید. هم میتونید زیر مجموعه گیری داره، هم میتونید سکاتون رو با چند تا اکانت استفاده کنید و اون رو انتقال بدید به یک حساب و بزنید. واسه سفارش ممبر هم اول این دکمه رو میزنیم. اینجا باید با تعداد الماستون میتونید بیارید، مثلا 70 تا عضو 130 تا میخواد. اینجا اول باید ربات رو مدیر کانالتون کنید. میتونید لینک رو کپی کنید، وارد کانال تلگرامتون بشید. اینجا وقتی که وارد کانال شدید روی قسمت مدیران که میزنید، افزودن مدیر رو که زدید، اینجا وقتی که جستجو رو زدید اینجا میتونید دسترسی ها رو بهش بدید و خیلی راحت مدیرش کنید. بعد از این که مدیر کردید این ربات رو میتونید آیدی کانالتون رو بزنید. بعد اینجا میگه آیا درخواست 70 ممبر کانال رو دارید؟ بله رو که زدید اینجا مشاهده رو میتونید بزنید.